آیا تو به قرآن ننشستی؟ زمانی که خضر و موسی علیهم السلام اردو با هم تعهد و پیمان میکنه، موسی علیه السلام میگه من سرت انتقاد و اعتراض ندارم، سوال نمیکنم، هر چیزی که انجام میدی پیمانم میگیره. لیکن زمانی که امر صادر میشه که در ظاهر خلاف چیست؟ شریعت است، موسی علیه السلام آرام میشینه یا انتقاد میکنه؟ به این خاطر قصه را قرآن آورده که زمانی که کلانتان ولو که هر کس باشه خلاف شرع عمل انجام داد، شما حق انتقاد و اعتراض داری. نکرده اعتراض نکرده. پیغمبر علیه السلام گریان میکنه در زمانی که نواسی خود میبینه که در حالت جان کندن است. عمر رضی الله میگه ما هذا یا رسول الله، این چیست؟ اونجا ما را منع میکنی که گریان نکنی، اینجا خودت گریان میکنی. انتقاد نیست؟ بگوی برای عزیزت که و پیغمبر تو ما را منع کردی از گریان، او اینجا خودت گریان میکنی. پیغمبر علیه السلام توجیه میکنه برش، میگه از گریان منع نکردیم، از ریختاندن اشک منع نکردیم، از فریاد و چیغ زدن و واویلا کردن منع کردیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از صحابی گپ میزنه. خب گوشتان آواز کنه. ما امروز نه پیر صاحب است نه ملا صاحب است، برای ما مناسب نیست. ولی دیدم شکی اینطور میکرد، ملا صاحب دیدم شراب میخورد، خب من گفتم گم که یک آدم کلان است، شاید کدام وجه داشته باشه، از او خاطر برش نگفتم. پیر صاحب دیدم قطیزن بیگانه یک جای دست داده بود، خب ما سری از او نمیفهمیم که او در کدام عالم است. و در این وقتا از این عالم بیرون میشه، یک عالم دیگه برش حاصل میشه. الله اکبر، الله اکبر. ای مومن تا که در غفلت باشی، تا که تاریکی را سری خود کش که در آیستی، یک کمی برای در روشنی. برو با کتاب الله آشنا شو، برو با حدیث پیغمبر آشنایی پیدا کو، یک دفعه برش زانو بزن، بشنو قرآن برات چی میگه، حدیث برات چی میگه.